همدیوران عزیز سلام علیکم. 2 اپریل سال 2025 قرار داریم در باغ من سحر قطعی آمدم. خواستم که تنه همین گلها رو از گامبوسک های گلخورک تازه کنم و سحر قطعی گامبوسک نیافتم. یکم تا دینم یک دینه دروز و پریروز یک 200 دانه کشتم. احتمال که من همش رو کشتم و دویمش که گامبوسک انمی رنگ رو نقض میبیند، انمی رنگ سینی سوید رو نقض میبیند و طبق اطلاعات از اینترنت اگر هم خیلی لگندی همین رنگی کبود رو سینی کبود باشد اگر مونید و درونش آب مونید خودش رو درون همین میپرتاید. من هم موندیم لگند رو، هرچند که آبی صاف نیست، حوالی قدر ایستاد آب صاف میشود، تکشین میشود و طبق همون اینترنت گامبوسک ها باید خودشون رو درون همین آب پرتاید، درون همین لگند تقاره. ما همین تجربه رو میکنیم. یک تا موندیم، 2 تا موندیم و اگه اونجا 2 تا دیگه هست با 2 تا دیگه ها این جوی هم 2 تا دیگه هست. میریزیم منم خیلی آب میبینیم کنی گامبوسک ها میپرتاین خودشون رو یا نه. من همین هم پگو به شما درونش رو نشون میدم. باز درونش گامبوسک نیست، این چنین تنه گل ها تازه است یا همش رو خورده است دیگر نیست. یا اصلا گامبوسک نیست نشون ته ایست نه گامبوسک نه نیست، گامبوسک نیست. من تماشا کردم یا همه گل ها رو خوردن دیگه نمیبیاین یا که سحر بر وقت است، ساعت 9 هست. البته من اینا همش رو خوردن دیدید هکنی همین من اینا همش رو خوردن. ما هم تقاره سبز موندیم، سبز نه سبز نه کبود سینی درونش پوری آب کرده موندیم. با پگو به شما نتیجهش رو من نوار گرفته نشون میدم کنی همین درونش گامبوسک میغلطد یا نمیغلطد. 4 تا تقاره موندیم، 4 لگند موندیم. آن اینجا با 2 تا دیگه است. انا همدیوران عزیز در پناه خدا باشید. این گل کرده سوزه است، نوکی در دولانه پیوند کردگی هم این بینید برگ ندارد، فقط گل دارد. امسال نمیدانم چقدر میبسته باشد. ستون میزنم خدا خواهد ارماتور آورده میبندم چون که تگش نشکنه. تگش رو من خودم وقتش رو قریب شکستگی بودم ولی میجنبد. برای همین این رو ما به نزدیکی ستون میزنیم. همدیوران عزیز من این بود نوار. من این نش اونموی پیسته سر کرده است بنش اونمو پیسته. اینش در اولو سالی گذشته پیوند کردم شرفوگش این از فرخار اکم روی که دکتر سولی راوپوف خدا خواهد 1-2 سال پس میبندد. شرفوگش این یعنی شفتالو اولوی و زردالو یک جای کرده شدگی. اینش هم پیسته میباشد. من خدا خواهد این پیسته ها امسال کلان میشوند چون که سال یکم اول مایده بعد سال دویم سوم بعد کلان میشوند. من هم خیلی همدیوران عزیز ما باغداری کرده استودیم. من این پیسته ها خوش شد، من اینش هم خوش شد. خیلی میشد جنگ بی تلفات نمیشد، باغداری هم بی تلفات نمیشد. همین خیلی همدیوران عزیز من این سیبی پینک لیدی گل کرده استوده است. من گل هایش خدا خواهد اگر میشد ده همدیوران عزیز من هم خیلی باغ‌های زیبا آباد کنید و در باغ‌هایتان در آمده راحت کنید و سیر کرده تماشا کرده راحت کنید. در پناه خدا باشید.